الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. اولا به الله تعالی حمد میگوییم، به آن ذاتی که جبار است، به آن ذاتی که اصلاح کننده است، به آن ذاتی که مجبور کننده است، به آن ذاتی که عالی است. ما امروز درباره یکی از نام‌های زیبای الله تعالی که جبار میباشد در همین باره صحبت میکنیم. الله تعالی در قرآن میگوید که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار. میگوید او الله است که غیر او معبود بر حق نیست، یعنی دیگه همه معبودهایی که مردم معبود گفته عبادت میکنند آنها معبودی بر حق نیستند. ملک است، قدوس است، سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز است. نام‌های معناهاش گذاشتیم. اما امروز چی؟ جبار است. جبار یک چند معنا دارد. اساساً مؤلف دو تا معناش گفته: الاکراه و القهر، یعنی مجبور کننده، قهر کننده، غلبه کننده. دیگه معناش اصلاح کننده، عبود کننده میگیم که اصلاح کننده یعنی معنای رحمت. دیگه معنا یکم معناش ده دلیل میاره مصنف: هو الذي يقهر ولا يقهر و یغلب ولا یغلب، میگوید و یجیر ولا یجار. این الله تعالی ذاتی است که قهر میکنه بر دیگرها، دیگه کس دیگه ذاتها به الله قهر کرده نمیتونه. الله بر دیگه ذاتها هم به همه چی غلبه میکنه، دیگه ذاتها مخلوقاتها به الله تعالی غلبه کرده نمیتونه. الله تعالی مخلوقاتهاش پناه میدید، مخلوقاتهاش الله تعالی ده یگون پناه هم داده نمیتوند، فایده هم رسانده نمیتوند و ضرر هم رسانده نمیتوند. الله تعالی در قرآن و ما انت علیهم بجبار گفت، یعنی ای ما انت بالذی تجبرهم علی الهدى و تکرههم علیه. معناش یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ده الله تعالی گفت ما انت علیهم بجبار، تو بر آنها جبار نیستی. یعنی جبار نیستی معناش تو آنها را مجبور کرده برای راست هدایت کرده نمیتونی. یعنی کافرها را رسول الله صلی الله علیه و سلم مجبور کرده هدایت کرده نمیتونستن، به خاطری که هدایت اساساً دو نموده هست: هدایت توفیق و هدایت بیان میشه. هدایت توفیق این در دست الله تعالی است، یعنی توفیق ایمان دادن در دست الله تعالی است. هدایت بیان کردن در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم. در دیگر کسها هم میتوند که بیان کند، یعنی موعظه امر معروف خودش بیان است. جبار هو الذي یجبر عباده و یقهرهم على ما یرید. جبار ذاتی است که بندگانشان مجبور میکنه و اون چیزی که میخواه به این مجبور میکنه. در حقیقت از میارم ابن قیم میگوید که فالجبر بهذا المعنى معناه القهر والقدره. جبر به این معناش قدرت و غلبه است میگوید. و الله سبحانه و تعالی قادر است به بندگانش، یعنی بنده هاش ده چیزی را بخواه همون را مجبور کردن میگیرد. الله ذاتی نیست که مثلا اگر عاجز باشه، مثلا آدم عاجز لیس کالعاجز الذي یشاء ما لا یکون و یکون ما لا یشاء. این آدم عاجز یا که ذات عاجز برعکسی است، یعنی اویی که نمیخواه او میشوه، اویی که چی الذي یشاء ما لا یکون، اون چیزهایی که میخواه او نمیشوه. این برعکس الله تعالی است، یعنی الله تعالی چیزی را بخواه میشوه، یعنی عاجز نیست الله تعالی. و یکون ما لا یشاء، چیزی که نخواه چی میکنه؟ چیزهای خستگیش نمیشوه، چیزهای خستگیش میشوه. یا آدم عاجزی. تنبه: والمقصود من قهره لعباده على ما يريد هو ما يتعلق بأمره الكوني القدري. پیش از این ما دو تا چیز ما باید بفهمیم. الله تعالی دو تا اراده داره، دو خیل خواهش. یکیش کونی میشوه، قدری کونی میگن. دوم اراده خواهش الله تعالی را شرعی میگن. چی فرق داره
ما بین این دو اراده الله تعالی میگوید که فإن الله تعالی امرهم و نهاهم فمن اطاع. خلاصه پیش از این دلیل های ای را میاریم، اراده کونی، اراده شرعی، ما اجو گرفتیم. الله تعالی در قرآن میگوید که و هدیناه النجدین، ما آدم ها را دو تا راه ده هدایت کردیم، دو تا راه نشان دادیم، یکیش راه خوب، یکیش راه بد. لمن شاء منکم ان یتقدم و ان یتأخر. این آیت هم یا که فالهمها فجورها و تقواها میگوید الله تعالی الهام کرده، نشان داده، یعنی برای نفس هم چیزهای تقوادار، تقوا را، هم چیزهای بده، یعنی هم راه جنت و هم راه دوزخ نشان داده. قد افلح من زکاها، کسی نفسش را پاک کرده باشد، یعنی راه جنت رو انتخاب کرده باشد و این نجات یافته است. و قد خواب من دساها، کسی و ناپاک ساختگی باشد نفسش با کار با معصیت ها، یعنی راه دوزخ انتخاب کرده باشد، چی میشه؟ راه دوزخ انتخاب کرده، دیم راه رفتگی است. دیگه آیت فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر میگوید کسی که بخواه از شما ایمان بیارد، کسی که نخواه کافر شدن گیرد میگوید. خلاصه اراده الله تعالی دو نموده است. الله تعالی در قرآن در دیگه آیات ها هم میگوید انما امره اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون میگوید، یعنی کار الله تعالی، فرمان الله تعالی اگر یگون چیز رو بخواهد شو میگوید، بشو میگوید، همکار میشود. این اراده کونیش است، این اراده کونیش است. اراده دلیل هایی که اراده شرعی دلالت میکند در حدیث صحیح روایت میکند که لفظش یعنی معناش الله تعالی در روز قیامت همه را حساب کتاب میکند، از جمله کافرها را. بعد از کافر میپرسد که تو همه در دنیا همه چی حاضر میگید چیزی در دنیا داشته باشی، چی داشته باشی همه را با عوضی با دوزخ رفتنت میدودی؟ هم میگوید ما چیزی داشته باشم همه چی را میتیم به خاطر که دوزخ هم میبینه، همه چی را میبینه، چیزی داشته باشم میتیم میگوید که خلاص شوم و جنت را میگه. یا الله تعالی میگه نه، ما ایتو میگه در دنیا اراده کردگی بودم کوچکترین چیزه ایده سبکتره، اردت منک اهون من ذلك میگه در دنیا این کلمه شهادت گفتن این سبکتر است که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته سبکتر بود که اینه را قبول نکرده بگیره. همینجا ده چی؟ در همون جمع در دنیا همین را اراده کردگی بودم. این اراده چیه؟ شرعیه. اراده کونی فرقش چیه؟ اراده کونی الله تعالی میشوه. که مثال چی کونی ده؟ مثلا در کائنات چی میشوه؟ مثلا روز میشوه، شب میشوه، بارون باریده است، آفتاب اومده است، ستاره هست، مثلا زمین در چیش سیر کرده است، یا که انسان ما خواب میکنیم، مثلا میخیزیم، حاجت خانه میرویم، میخوریم، این همه چیزها اراده کونی قدری الله تعالی. ایرا اکثرش ده یک ثواب گناه ترتیب نمیوه. اراده شرعی الله تعالی نماز خونه گفتگی، اراده کردگی خواستگی از ما نماز خوندنه، عبادت کنین گفتگی عبادت کنین، زکات بدین گفتگی روزه بگیرین گفتگی اگه همه اراده شرعی را کردسته نه 10 میلیارد آدم باشه قریب 2 میلیارد مسلمانه، لیکن چندش نماز میخونه؟ اندکش، مثلا 100 کس چند کس نماز میخونه؟ یعنی اراده کونی الله تعالی ایلو میشه. مثلا یگون آدمی هسته که مثلا نخره خو نکنه، مجبور میکنه، اراده کونی الله تعالی مجبور میشه. ما مخالف برآمده نمیتونیم، خواه مسلمان باشه خواه کافر باشه همه میکنه. نه که اراده شرعی ده ما اختیار داریم. بنده اراده شرعی ده اختیار ما هسته، برای موقع
بعضیا میکنن بعضیا نمیکنن. اراده کونی الله تعالی در چی؟ یگان کس اختیار ندارد. الله تعالی توفیق بده. دویم معناش، اگه یکم معنای جبار را گفتیم چی بوده است؟ قهر و غلبه، یعنی غالب بوده است. و هم که اراده کونی الله تعالی، این جباری این اراده کونی الله تعالی در تعلقات داره گفته. یعنی مثلا الله تعالی بگیم که مجبورن، یعنی خواه نخواه مثلا روز میکنه شب میکنه، یگان کس مخالف برآمده نمیتونه. دیم معناش الجبار المصلح امور خلقه، کارهای مخلوقات هایش را اصلاح میکند. دیم معنای جبار چی هسته؟ کارهای مخلوقات هایش را اصلاح میکند. مثلا عرب ها یک جای شکسته را چی را میگن؟ جبیره میگن. شکسته بند باشه کو همون را جبیره میگن. بر جبیره مس کشیدن مثلا مشهوره. همو یعنی همو جبیره گفته به خاطر که یک جا بشکنه چی استه و چی شیدن میگیره، خوب شیدن میگیره، به همون جبر میشه. فسبحانه يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر كل امر. الله سبحانه و تعالی یک یعنی شکسته را چی میکند؟ اصلاح میکند میگه، یعنی اصلاح کننده است. این دیم معناش. فقیر را بوی میکند، یعنی کمبغل را بوی میکند. یک آدمی مشکل در غلطیدگی باشه و چی اصلاح میکند، کارش سبک میکند. این همه صفت جباریت شی، یعنی جبار. اگه یک تای دیگه معناش عالی، یک تای دیگه معنای جبار چی؟ عالی. بالای درخت هم عرب ها چی میگفتین؟ جبار میگفتین. همین سه تا معناش هست. خلاصه ما جبار را خیلی عبادت میکنیم. چگونه عبادت میکنیم؟ اگه تاثیرش دانستیم هم نگاه کنین جباریت الله تعالی در کون دیدیم، هم یعنی این یکم معناش بود، یعنی مجبور روز کدیسته، مجبور شب میکنه، مجبور ستاره ها در هوا چی میکند؟ سیر کدیسته. دیم معناش مثلا چند قدر آدم ها را بینه شفا داده است، این اصلاح کرده است. چند قدر فقیر ها را بوی کرده است. این هم معنای دیم معنا در تعلق داره. ما یکم الله تعالی را یعنی ذی الجبروت و الملکوت و الکبریه و العظمه گفته دعا بکنیم، به خاطری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب ابو داود آمده است که دعا میکرده که سبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبریه و العظمه میگه. ما پاک است آن ذاتی که پاک میکنم آن ذاتی را که ذی الجبروت هسته، یعنی صاحب جبروت هسته. صاحب جبروت معناش که صاحب اصلاح کننده هسته. این خیلی دعا میکردن. جبروت الله تعالی در روز قیامت بسیارتر ظاهر می شود. برای چی؟ به خاطری که ما حاضر جبروتش هسته، فقط اکثر مردم نمی بینن. به خاطری که دنیا را اکثر مردم خیلی الله تعالی وقت داده است، بسیار کسته امتحان داده است، چیزی را بکنین اینا بکنین. لیکن در روز قیامت صاف دیده می شود جبروت الله تعالی را. جبار میگه آسمان ها را زمین ها را به دستش میگیرد، میگه یعنی الله تعالی یعنی جبار آسمان زمین را به دستش میگیرد و میگه که انا الله انا الملک، میگه من الله هستم، من ملک هستم. این الجبابره، میگه کو جبار ها کجا هستند؟ اون یعنی ظالم ها کجا هستند؟ اون جبار هایی که مردم را مجبور میکردن اونها کجا هستند؟ گفته الله تعالی بعد این زمین لرزه، بعد همه تای خاک رفتن، الله تعالی یعنی با دستش قبیده همه خیلی میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که جهنم ده یعنی کافرها را، یعنی آدم هایی که جهنم میره پرتفتن میگیرن در روز قیامت. هل من مزید گفتن میگیره جهنم، و باز زیادی هسته با هسته میگه حتی یضع رب العزه فیها قدمه، حتی پروردگار قدمش رو با جهنم، با بالای جهنم میماند و قط میگوید بس است میگوید. بعضی چیو ده آوازش میبره میگه جهنم به هموجه ده پر میشود و ینزوی بعضها الى بعض، یعنی بعضیوش چی درآمده میرود،
این معنای چی است؟ این معنای یعنی جبروت داخل می شود. یعنی الله تعالی خواه جهنم بخواه نخواه مجبور الله تعالی را چی میکند؟ قدمش بالای جهنم ده میمونه. اگه صفات های خبری الله تعالی گذاشته است، مثلا دست، قدم، مثلا با چشم، اون چیزهایی که الله تعالی در قرآن و سنت صحیح ده از صفات های خبری ذکر کرده باشد، ما ایمان داریم، لیکن کیفیتش چگونه بودنش نمیدونیم. خاص یعنی کما یلیق بجلاله میگیم، به خاطری که الله تعالی خودش خبر داده است که هم خیلی میشه. ما این را تعبیر نمیکنیم که مقصد ای به جهنم غضب میکند، مقصد ای دستش قدرت است گفته. هر خیل تعبیل های باطل هسته. اهل تعبیل اینها را چی میکنه؟ تعبیل هسته بعضی صفات خود نه که تعبیل دلیل صحیح کتی تعبیل میشه. تعبیلی که دلیلی مثلا به دلیل تعبیل کردن درست نیست. شیخ علی طنطاوی میگه که یک روز میگه ابراهیم پاشا میگه سال 1831 میگه واقعا در دمشق شدگی میگه. در دمشق میگه ما استادم شنیدم میگه میگفت یک در کوچه میگه بسیار یا غوغا یا چی شد میگه مردم بی وزیرم میشه و یک کس بی یا ارتیست بی یا که یگان کس یک آدمی ثروتمند بگذره ما راه ها را محکم میشه خلاصه همو خیلی کده. او پیشی که شیخ سعید الحلبی یعنی مسجد تشت درس میتیه همو را دیدن میه. بعد چی میکنه؟ میه شیخ سعید حلبی پوچش دراز کرده طلبه ده درس دادن میگیره. اکو هم ای آدم ابراهیم پاشا بسیار یک چیش قطی جبروتش قطی خیلی کمتر گپ زدن نمیتونسته دیگه مردم کمتر گپ زدن سرش میگرفته. بسیار یعنی ظلم کار بوده ایده. برای اون همه خوب همه خب کنین گفتم خیر. این سعید حلبی شیخ سعید حلبی پوچش درس کرده مسجد ششته درس گفته است پیش طلب بوده و میه حتی پوچوش جمع هم نمیکنه. پوچوش هم جمع هم نمیکنه خیلی اوزادم نمیشینه. بعد اون میه خیلی اهل علم آیا که لیکن همون قدر ظالم های لیکن چرا اهل علم قدرش دونستگی هم بودن. دیدین؟ بعد چی میکنه؟ میگه که بیرون میبروه ای قهرش میکنه. پادشاه را خلیفه را قهرش میکنه لیکن مردم ده نمیگه یگان چی نمیگه. او بیرون میبروه یا 1000 یک در خلطه ده پول روی میکنه. حوزی رنگی پول قطعی 1 میلیون میشه میگه یعنی پول کلون روی میکنه. با کی همون خادمش میاره و پیش کی سعید حلبی پیش شیخ ده و خادم ده میگه که برا بگو با ابراهیم پاشا بگو که اون کسی که پوچش جمع نکرد دستش با پول دروز نمیکنه میگه. بگی پول دبر میگه پولش هم گردونده میت یعنی قبول نمیکنه نمیگه. یعنی چی با مثلا که سعید حلبی یا که یک قصه ده اقدر مثلا عظمت اقدر چی را یک جو گرفته سای قوه را بگیم به خاطری که صفات های الله تعالی را ایان بسیار خوب شناخته گیان. ما پیش گفتیم قصه نبیره ای که عمر رضی الله عنه سالم در مکه حرم ده عبادت کردن میگیره. پیش ده هشام ابن عبدالملک میگه یگان حجت داری بتیم بود کنم میگه ما شرم میدارم از ملک الملوک که در خانهش ایستاده غیر او را بپرسم و هیچی نمیگه. با بیرون میبروه ای حرم بیرون برو مدیم که یگان حجت داری میگه با حجت اخروی که دنیاوی میگه. البته حجت دنیاوی میگه اخروی را ما خودم محتاجم میگه. بعد میگه که ما میگه در درون خانه ملک الملوک نپرسیدم دنیا را نپرسیدم میگه کنه در درون چیدم حرام دم دنیا را نپرسیدم میگه. بیرون ده
اون ذاتی که ملکش به پایان میرود همه میپرسم میگه اون ذاتی که ملک الملک ملکش پایان نمیرود الله تعالی نیست نابود نمیشود دنیا را همون نپرسیدم ایو ذاتی که من پگم ملک نیست میشود ایت میپرسم میگه ده مقصد یه قصه دیگه عز ابن عبدالسلام هم بگید که وای همو بسیار امر معروف نهی منکر میکرده است خلیفه بودم دیگه کس بودم نمیترسیده است یعنی روز برآمده خلیفه را از الله تعالی بترس گفته حق مردم را بته ظلم نکو گفته نه خیلی دعوت میکرده است بعد دیگرها گفته است که شما اینقدر قوا را اینقدر شجاعت از کجا میگیرین گفته است بعد عیسی ابن عبدالسلام جواب داده من وقتی که پیش اونها میروم ملاقات میکنم خلیفه ها قطعی دیگه راهبرا قطعی همون وقت عظمت الله تعالی را من فکر میکنم یعنی الله تعالی چقدر بزرگ است وقتی که عظمت الله تعالی به قلب من میدراید بزرگی الله تعالی اینو رنگی پیشک میشود میگه پیشک یا شتا میزنه میره که همین قدر نوچیز شده میماند مثلا در حقیقت اون کسایی که مثلا ذات الله تعالی مثلا عظمت الله تعالی را اگر معناش اسم صفت های الله تعالی را معناش خوب مثلا بدونه یگون کس بعد او چی میشوه الله تعالی را خوب شناخته نباشه بسیار چی دشوار است الله تعالی دعا میکنیم که اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دیگه مثلا ما جبر الله تعالی را به بندگانش یعنی رحمت الله تعالی را به بندگانش حس کنیم یعنی دیگه کنیم چقدر فقیر را الله تعالی بای کرده است چقدر کم بغل را بای کرده است چقدر کسلی ها را شفا داده است چقدر مردمی که ترسیده ایستادگی است به امون برآمدگی است چقدر مظلوم حقش گرفته داده است دیگری است الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که ان الله لا یحمی عبده المؤمن من الدنیا الله تعالی بنده مؤمنش از دنیا من میکند میگوید ما بعضی وقت حرکت میکنیم یک کار حرکت میکنیم یا بانکروت میشیم کارمون پیش نمیره بومی همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که الله تعالی از دنیا بندهش رو من میکنه یعنی دنیا را نمیتید میگه و هو یحبه این بندهش باشه او دنیا را چی دوست داشتن میگیره حقیقتا قدر سوم باشه خیلی میکردم آخه کما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه شما یعنی با کسل خودتان ترسیده مثلا طعام شراب من میکنیم که مثلا خنک نخور میگیم با اوج میگیریم میگیم با همین گونه یعنی الله تعالی بنده مؤمن شه یعنی از دنیا من میکده است دیگر یک مسئله دیگه ما گفتیم که همین معنای جبار سه معنا دارد یکیش مجبور کردن غلبه کردن دیمش اصلاح کردن سیمش عالی بودن همین دو تا معناش توری نمیگیره به بنده یکی مجبور کردن غلبه کردن یا عالی شدن به خاطری که بنده ده ای کمبودی میشه ای فقط خاص به الله تعالی است فقط بنده ده چی توری میگیره اصلاح کردن توری میگیره دیگه معناش که اگر ما بفهمیم ای توری نمیگیره به همون که ای خاص چی است به الله تعالی است به همون که الله تعالی در قرآن گفت که كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار گفت این گونه الله تعالی به قلب هر یک متکبر جبار مهر میزند میگه یعنی الله تعالی هدایت نمیتید برای کی به آدم متکبر به آدم جبار یعنی به آدمی که دیگرها را مجبور میکنه یک کار ده دیگه آیت و خواب کل جبار عنید میگوید یعنی هر یک جبار و سرکش در روز آخرت او زیان ده میرود می ورائه جهنم او از پشتش جهنم است و یسقا من ماء صدید از آب زرداب
و چی او داده می شود به آنها. یتجرعه ولا یکاد یسیغه، این قرط میکند لیکن قرط کردن نمیتواند. و یأتیه الموت من کل یعنی من کل مکان، از همه طرف مرگ میه، یعنی برم بگه نمیبره، یعنی مرده نمیتونه. یعنی دیگه آیت الله تعالی اونها یا مالک لیقضی علینا ربک میگوید که ای مالک پروردگار جان ما را بگیره میگوید، لیکن جانشان نمیگیره الله تعالی. و ما هو بمیت، او میت نمیشه، نمیبره. خلاص تا آخر آیت، یعنی دای آیت چی؟ جهنم ده کی رفته است؟ خواب کل جبار عنید میگوید. در دیگه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که جنت و دوزخ با همدیگریشون کتی بحث کردن. دوزخ گفته که اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، گفت یعنی با دوزخ الله تعالی یعنی متکبر یعنی جبارها را میبره. با جنت باشه ضعیف ها چیا را میبره؟ ضعیف و بیچاره ها را میبره. اهل مسلمان در اینجا هم یعنی با دوزخ یعنی جبارها را میره. این جباری که مثلا ظلم میکنه یا که کبر میکنه همون معنا را داره، یعنی آدم متکبر جبار معناش یکه. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید، ترمذی صحیح گفتگی، یخرج عنق من النار یوم القیامه، از دوزخ یک علو میگه میبرویا، دو تا چشم داره، او چشمش خشت میبینه، دو تا چشم داره علوه، دو تا گوش داره میشنوه و زبان داره، یعنی گپ میزنه. میگوید که همون علو اینی وکیلت بثلاث، ما سه گروه آدم ده وکیل شدگیم، همونها را میگیرم. من جعل مع الله الها آخر، کسی به الله تعالی یک اله دیگر را گرفتگی باشه، کسی شرک کردگی باشه، همونها را میگیرم. میگوید و بكل جبار عنید، به هر یک متکبری سرکش آنها را هم میگیرم. میگوید و بالمصورین، و آدم های صورت کشان را، صورت هیکل تراش، همین خیلی آدم ها را میگیرم. میگوید دیگر مسئله این است که یعنی ما آدم هایی که جبر دیدن آنها را تسلی باید بدیم، آنها را تسلی باید بدیم. مثلا الله تعالی در قرآن و اذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین میگوید، یعنی اگر همو وقتی میراث یک کس برای میراث تقسیم کردن گیریم، اگر یعنی خش توارها بیا یا که اگه مسکین بیا، همسایه‌اش اگه یتیم یا که اگه مسکین بیا تقسیم دادن مثلا حاضر شوند، فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، از همون میراث با آنها بدهید گفته است. نباشه در حقیقت وقتی تقسیمات الله تعالی سوره وایده نساء ده این چیزها نیست. این کسا مثلا همسایه حق نداره، آدم مسکین فقیر حق نداره، لیکن وقتی که تقسیمات میراث آمده یک چیزی ناچیزه کمتر کم باشه بتین میگه، برای اونقا یعنی قلب وای چی باید نشکنیم، گرچه حق نداشته باشد یک کسم چی کنیم، باید آدم باید فضل بکنه. احنف ابن قیس میگوید که اگر ما پیش 100 کس باشم، ما حرکت میکنیم که همش روزگیش بگیرم. میگوید مثلا حوزی بسیار مردم خفه شدن گیره، گفته یک چی میکنه که نه، مردم حرکت کردن در کار است چی خفه باید نکنیم. در قصه اما یک روز وقتی چه پیامبر صلی الله علیه و مکه بازگشتن، دختر حمزه برآمد، امکی گفته. بعد علی رضی الله عنه فاطمه دا گفت که بگی، گفت فاطمه رضی الله عنه گرفت. بعد جعفر، علی و زید چی کردن؟ دختر حمزه شهید شده رفت کو پدرش. گفت علی گفته که من میگیرم، گفت جعفر گفت من میگیرم، گفت یعنی من نگاه میکنم می دختر را، گفت زید گفت من میگیرم، گفته چی کردن؟ با پیامبر صلی الله علیه و گفته که زید داده، لیکن جعفر و علی دا گفته که علی رضی الله عنه دا گفته که انت منی و انا منک، گفت تو از منی، گفت من هم از تو هستم، گفت اهل بیت. جعفر هم اشبهت خلقی و خلقی، گفت تو هم خلقت هم آفرینشت یعنی مانند شده برای من،
نگاه کنید تعریف کرده است هم علی رام هم جعفر رام. زید دا گفت انت اخونا و مولانا، گفت تو برادر ما هستی، تو مولای ما هستی. گفت به خاطر که خاله کی در نزدی وای بود امامه، این دختری حمزه وای زید دا بود، به عمق الخالت بمنزلت الام گفته دودک، یعنی نزدیکترینش همون زید بودک. یعنی ایجادا نگاه کنیم که نه زید تو حق داری دیگه شما دفشین، گفته خیلی معامله بد نکرد مقصد، چون گپ خوب گفته علی دام جعفر دام. یعنی خلاصه ما قلب یک دیگر کس ها را چی نکنیم، باید نشکنیم، یعنی معامله خوب بکنیم. بعضی ما حق میگم گفته حق است، گفته چی بسیار گم میزنن. نه، حق را ما به خوبی بفهمانیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه میگه، یعنی با راه پروردگار چی، یعنی با حکمت با موعظه خوب دعوت کن. در آخر ما باید دعا بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهایش مثلا اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وعافنی دعا میکردک. ما بین دو تا چی ده، دو تا سجده ده واجبرنی گفتم دعا میکردک. رب اغفر لی رب اغفر لی دوبار آمدگی است. دیگر چی ده اللهم ارحمنی واغفر لی وارحمنی واجبرنی آمدگی، یعنی واهدنی واجبرنی آمدگی. واجبرنی یعنی مرا اصلاح بکن، پروردگارا مرا اصلاح بکن. در آخر دعا میکنیم که الله تعالی ما را اصلاح بکند. از این درس چه فایده میگیریم؟ یکم فایده این است که الله ما جبار بوده است. معنای جبار اصلاح کننده، دیگر معناش کبر کننده مجبور کننده، دیگر معناش عالی. معنای اصلاح کنندش فقط برای ما تغری میگیره، دیگریش چی؟ کبر کنندش و عالی مجبور کننده تغری نمیگیره برای ما. دیگر سوم فایده قلب دیگرها را باید ما نشکنیم، بلکه برعکس باید اصلاح بکنیم. چهارم فایده آدم جبار و متکبر را الله تعالی دوست نمی داشته است، یعنی حتی دوزخ می روند. پنجمین فایده آخرین فایده با این نام زیبای الله تعالی، یعنی ما باید دعا بکنیم که یا جبار اجبرنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطری که ای جبار حال ما را اصلاح بکن گفته دعا باید بکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.